بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان آموزش روحانی قرآن را مشاهده میکنید، خدمت یکایک شما عزیزان و گرامیان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی برخوردار بوده و شادکامی و موفقیت شامل حالتان باشد. خوشحالم که بار دیگر با برنامه دیگر اصری برنامه‌های آموزش روحانی قرآن در خدمت شما هستم و الله بی‌نیاز را بی‌نهایت شکرگزارم که این فرصت را به من و شما عطا فرمود تا لحظات چند از لحظات زندگی من را و این ساعت پربرکت روز جمعه را با قرآنش، با کتابش و با کلامش سپری کنیم. دوستان گرامی، در این برنامه انشاءالله به شرح درس دیگر از درس‌هایمان که صفحه 132 و 133 قرآن چاپ مدینه منوره هست و از آیه 36 سوره انعام تا آیه 56 می باشد را انشاءالله به شرح خواهیم گرفت و همچنین طی 2 ساعتی که در خدمت شما خواهم بود و 3 بخش از کلیپ های ارسالی شما که بخش اول و بخش دوم بخش سوم است انشاءالله تعلیقات خواهم داشت و ابتدا با هم میریم به سراغ اولین بخش کلیپ های ارسالی شما. امیدوار هستم که دوستانی که کلیپ ارسال کرده بودن، قرائت کرده بودن، تلاوت کرده بودن متوجه باشن که بعد از بخش اول کلیپ ها انشالله درباره تلاوت هایشان تعلیقات خواهم داشت. با هم بخش اول را میبینیم و دوباره در خدمت شما خواهم بود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن إنسان إن إنسان إن إنسان إن إنسان لفي خسر لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. علّاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها علم اليقين. بینندگان عزیز و گرامی، پس از اینکه بخش اول کلیپ های ارسالی شما عزیزان را دیدیم، دوباره در خدمت شما هستم با عرض سلام مجدد. و در بخش اول کلیپ ها بلبلان و گلهای گلستان قرآنی تلاوت های داشتند. آنا جان، اگر نامشان درست نطق کرده باشم، از کردستان عراق، رمضان از تاجیکستان، اوین از ایران، عبدالله از تاجیکستان، بنا هم از کردستان عراق و سدیس که انشاءالله سدیس باشه، سدیس افغانستان از افغانستان، و محمد 3 ساله بازم از کردستان عراق، و مقدس گل دختره که 4 ساله ما از ایران. خب میپردازیم به تعلیقات. ابتدا از دخترک گل ما آنا جان شروع میکنیم. خانم آنا خیلی عجله داشت، اما ماشاءالله تلاوت زیبایی داشت سوره فاتحه. فقط یکی دو نقطه که ما اینجا یادداشت گرفتیم. دخترک گل ما رب العالمین نمیگیم، رب العالمین خوانده نمیشه چون ب شده داره، پس وقت شده داشت ربی میخوانیم. الحمدلله رب العالمین. اهدنا صراطا، اهدنا صراطا، الف لام داریم اینجا، الف لام شمسی. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقیم. و غیر المغضوب، مغضوبی نمیخوانیم، زی نمیخوانیم چون ضاد هست. غیر المغضوب علیهم و ولا الضالین، نون است، ولا الضالین، ضالین خوانده نمیشه. احسنت دخترک گل آنا. خب بعد از آنا رمضان از تاجیکستان. رمضان نام خدا ماشاءالله، خداوند حفظت کند و من مطمئن هستم که رمضان جان انشاءالله که در آینده
قاری خوش صدا و خوشنامی به بار خواهد آمد. ماشاءالله صدای خیلی زیبا و گیرایی داره رمضان جان. سوره نبأ را تلاوت کرد و خیلی واقعا خوش شدم. فقط رمضان جان متوجه باش، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. عظیم عظیم نمیخونیم چون ضاد اینجا ضا اندک پر خوانده میشه. عظیم نمیخونیم، عظیم عظیم عن النبأ العظیم. خب بیننده بعدی ما اوین بود، دخترک گل ما اوین. سوره تکاثر، الهاکم التکاثر را خیلی ها آرام و خیلی ها با تمکین و آهسته تلاوت کردن و روی قرائت اوین دخترک گل ما تعلیق ندارم. احسنت. چهارم بیننده چهارمی ما عبدالله جان از تاجیکستان بود، سوره فاتحه را تلاوت کرد. احسنت. خیلی تلاش کرد که ماشاءالله به تجوید و ترتیل بخوانه، اما ماشاءالله احسنت، واقعا موفق بودی. فقط بسم الله الرحمن الرحیم، حی، فقط حرف حیره رعایت کن چون حرف حیث نطقش باید از حلق شود. حی. نستعین همچنین عین و اهدنا الصراط صاد است، صراط نمیخونیم صراط، اگر درست انشالله شنیده باشم. آفرین عبدالله جان، انشالله که در کلیپ های بعدی خوبتر و بهترتر بتانه، بهتر از امروز بتانه تلاوت کنی و عموما خیلی زیبا بود تلاوت عبدالله جان. خوب. بیننده پنجمی ما بنا، دختره که گل ما انشالله که بنا جان 5 ساله بودن از کردستان عراق. فقط کسی که به ایشان داشت آموزش میداد اندک مشکل داشت. والعصر ان الانسان. ما البته به افتخار بناجان گل ما یک دوباره سوره رو تلاوت میکنم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. که البته دلیل کوچکیش نمیتونه که آیت متصل بخوانه، پس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احسنت بنا جان. خب بیننده بعدی ما سدیس که انشالله سدیس آینده باشی، از افغانستان سوره نبأ را تلاوت کرد، خیلی زیبا. فقط در ابتدا بسم الله را سدیس جان الرحمن الرحیم نیست، بسم الله الرحمن الرحیم، کسره داره و ضمه نداره. عن النبأ العظیم، همزه را حقش رعایت کو. الذي هم فیه مختلفون. فیهم خوانده نمیشه، فیه میم نداریم. ثم کلا، ثم ثیس، ببین که نطقش وقتی ثی میگم زبان در بین دندان ها قرار میگیره. آیات بعدی را ماشاءالله خیلی زیبا تلاوت کرده و مشکل جدی نداشت. فقط وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار نی وجعلنا النهار معاشا. آفرین سدیس جان، واقعا انشاءالله که سدیس آینده هستی. بارک الله فیک. بیننده بعدی ما محمد 3 ساله از کردستان. محمد جان آفرین، احسنت. و ما باز به افتخار محمد جان 3 ساله یک بار سوره اخلاص تلاوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. احسنت محمد جان. بیننده بعدی که در کلیپ، آخرین بیننده که در کلیپ اول نخست ما تلاوت کرد، مقدس گل 4 ساله از ایران هست. تشکر میکنم از مقدس جان، دختره که 4 ساله ناز ما، ماشاءالله سوره تکاثر را خیلی زیبا تلاوت کرد و بسیار متمکن و بسیار ماشاءالله آرام و آهسته. فقط مقدس جان الهاکو هی سوف خوانده نمیشه، سوف کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. خب کلا لو تعلمون علم اليقين قاف ثم لترونها، مين باید اظهار شد؟ ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. عموما مقدس گل ماشاءالله دختره که ما خیلی زیبا و آرام و با تمکین تلاوت کرد. احسنت. خب تشکر میکنم از تمام بیننده هایی که در بخش اول کلیپ ها تلاوت کردن، از آنا جان و رمضان و اوین و عبدالله و بنا و سدیس و محمد و مقدسه و از همه اینا تشکر میکنم و انشالله که منتظر بخش دوم و بخش سوم کلیپ هایتان هم باشین. انشالله در خلال برنامه تلاوت خواهد شد. اما حالا میپردازیم به تلاوت و شرح درس امروز ما. امیدوار هستم که دوست عزیز قرآن هایشان را باز بکنن و در مقابلشان بگذارن تا بیشتر بتونن بهره ببرن و استفاده کنن. شروع میکنیم. صفحه 132، صفحه 132 آیه 36 سوره انعام. صفحه 132 قرآن چاپ مدینه منوره و آیه 36 سوره انعام که با کلمه انما یستجیب الذین آغاز میشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. متوجه هستین اینجا علامه وقفه لازم هست، پس اینجا باید وقف کرد به خاطر اتمام معنا و عدم خلط معنا. انما نون شددار هست، مشدد هست، پس باید به مقدار 2 حرف تلفظ شود. انما یستجیب الذین یسمعون. وقف میکنیم، توقف میکنیم، بعد وصل میکنیم بلام. والموتى قلقلة يبعثهم الله والموتى يبعثهم الله ثم إليه مفخم خوانده میشه يرجعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا
لولا نزل عليه آية آية من ربه آیتون نمیخوانیم، آیتون من ربه خوانده نمیشه. چرا؟ اینجا بعد از تنوین میم داریم، پس ادغام میکنیم. آیتون من ربه، اینجا هم بعد از نون ساکن ری داریم و ری هم ری و میم از جمله حروف ادغام هست، از جمله حروف ادغام است در احکام نون ساکن و تنوین خواندیم که ما ادغام داریم، اخفا داریم، اقلاب داریم و اظهار داریم. پس حروف اظهار در کلمه یرملون جمع میشه، یا ر میم لام واو نون. یرملون، اینجا میم هم از جمله حروف ادغام است، ر هم از جمله حروف ادغام است. قل إن الله قادر على أن ينزل آية. قادر، هر وقت این گونه علامه را دیدیم که تنوین به صورت مقلوب نوشته شده بود، دو پیش مستقیما اظهار میکنیم. بعد از تنوین حرف عین است و عین از جمله حروف اظهار است. پس قادرون علا نمیخوانیم، قادرون گویا این که اینجا نون باشه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية. أن ينزل بعد از نون ساکن یا آمد، پس اینجا اخفا میکنیم، نون مخفی میکنیم. أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. یا اگر وصل کردیم اینجا آیت، باز کلمه آیت اینجا باز ادغام میشه چون بعد از تنوین واو هست. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. میریم سراغ آیه 38. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة، من دابة بعد از نون ساکن دال است از جمله حروف اخفا. من دابة وما من دابة في الأرض إلا وما من دابة في الأرض ولا طائر، اگر وقف کردیم، ولا طائر يطير بجناحيه، اگر وقف کردیم، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم. اینجا مد داریم و همچنین اخفا داریم
پس باید اندک نفس طولانی لازم هست در خواندن این آیت. اگر اینجا وقف کردین انشالله که اشکال نداره، فی الارض بعد تکمیل میکنیم. و اگر کسی نفس طولانی داشت چه بهتر. و ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم. وقف کردیم امثالكم میخوانیم. اگر وصل شد امثالكم ما ادغام میکنیم. اما اگر وصل کردیم اینجا اگر وقف کردیم اظهار خلاص امثالكم. بعد ما فرطنا شروع میکنیم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اینجا ری شددار هست و توی هم ساکن هست که جمله حروف قطب جدین قلقله است که قلقله میکنیم، یک لرزی میتیم. فرط ما فرطنا في الكتاب من شيء وقف. ثم إلى ربهم يحشرون. ثم ميم مشدد یا شددار. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم و میم مشدد هست و همچنین تنوین داره. بعد از تنوین حرف واو آمد، پس اینجا حرف واو ادغام میکنیم چون حرف واو از جمله حروف ادغام است. صم و بکم فی الظلمات. اینجا حکم اخفا داره چون بعد از تنوین حرف ف آمد. من یشاء، شو ببینین، من یشاء الله الله یضلل. اینجا دو لام آمده، لام اول مکسور و لام دوم ساکن هست، پس اندکی باید توجه کرد. و همچنین به حرف ضاد که از جمله حروف استعلاس و خیلی پر خوانده میشه. یضلل، باز اینجا دو لام مرقق باریک خوانده میشه. یضلله و من یشاء یجعله على صراط مستقیم. یشاء ساکن هست همزه. میریم سراغ آیه بعدی. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل أرأيتكم، همزه باریک خوانده میشه، ری پر خوانده میشه و باز هم همزه باریک داریم. اینجا اندک توجه و تمرکز نیاز هست. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. اگر وقف کردیم، اما اگر وصل کردیم او أتتكم
الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. اینجا هم اخفاست و اینجا هم اخفا. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل لام ساکن است، یا مشدد است. إياه تدعون فيك کاف ساکن است. فیکشف ما تدعون الیه، اگر وقف کردیم فیکشف ما تدعون الیه در صورت وقف، اما در صورت وصل فیکشف ما تدعون الیه ان شاء وتنسون ما تشركون. و تنسون باز هم بعد از نون سین آمد، از جمله حروف اخفاست. اینجا هم اخفاست. میریم سراغ آیه بعدی. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد قلقلة ولقد أرسلنا مد سنجا مد منفصل هست، چون حرف مد در یک کلمه و سببش در کلمه دیگر. ولقد أرسلنا إلى أمم چون ادغام است، اگر أمم خواندم پس ادغام نشد. أمم من قبلك، چون بعد از تنوین اینجا حرف میم داریم، بعد از تنوین حرف میم آمد، میم از جمله حروف ادغام است. إلى أمم من قبلك فأخذناهم من قبلك، اینجا اخفاست چون بعد از نون ساکن حرف قاف آمد و البته بارها در رابطه با حروف ادغام و حروف اظهار و حروف اقلاب و حروف اخفا صحبت شد که البته بعد از جمله احکام نون ساکن و تنوین است. پس حروف اظهار 6 تاست و حروف اقلاب میم هست 1 تا و حروف ادغام هم گفتیم در کلمه یرملون یا ر میم لام واو نون هست و اینجا مابقی حروف غیر از اقلاب و اظهار و ادغام همیشه چه هست؟ اخفا هست. پس اینجا حرف قاف نه از جمله حروف اقلاب هست، نه از جمله حروف ادغام هست و نه از جمله حروف اظهار، پس اخفا هست. من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء در صورت وقف. اینجا هم در احکام میم ساکن گفتیم بعد از میم اگر حرف ب بیایه چی میشه؟ حکم اخفا را میگیره و اگر بعد از میم آمد حکم ادغام و اگر بعد از میم هر حرف دیگری آمد اظهار. پس میم ساکن 3 حکم داره، یا اخفا یا ادغام و یا هم اظهار، که در حرف بعد از میم هرگاه حرف ب آمد اخفا، هرگاه میم آمد ادغام و در مابقی حروف همه اظهار میکنیم.
فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يتضرعون. اینجا باریک باریک و این حرف مفخم خوانده میشه و همچنین ر مفخم خوانده میشه. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم مد منفصل، إذ جاءهم مد متصل، باء ساكن هست، بأسنا تضرعوا باریک خوانده میشه، داد پر خوانده میشه، ریپوند خوانده میشه. تضرعوا ولكن قست سین باریک خوانده میشه، قست ولكن قست قاف پر خوانده میشه. قلوبهم چون نه بعد از میم حرف میم است که ادغام شود، نه بعد از میم حرف بیس که ادغام شود، پس هر حرف دیگری که آمد اظهار، پس مستقیما میم اظهار میکنیم. قلوبهم لبها را میبندیم. و زین لهم الشیطان ما كانوا یعملون. میریم سراغ آیه بعدی. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما میم شددار هست، نسو ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى در صورت وصل، چون بعد از تنوین حرف حس مستقیما اظهار میشه. اگر توقف کردیم خلاص كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. اینجا اخفا میشه چون بعد از میم حرف ب آمده. دوباره حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم نفس یاری نکرد، فإذا هم مبلسون. میریم سراغ صفحه بعدی، آیه بعدی، آیه 45. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر مستقیم واصل میکنیم، الف نطق نمیشه. دابر القوم الذين باز اینجا حرف نطق نمیشه. فقطع دابر القوم الذين ظلموا
والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم، الف باریک خوانده میشه، همزه ریپور خوانده میشه، باز باریک خوانده میشه، بعد تکمیل میکنیم. قل أرأيتم نمیخوانیم که مفخم کنیم هر دو همزه را، نخیر. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، إظهار، سمعكم وأبصاركم، إظهار، وختم على قلوبكم من إله غير الله. اینجا بعد از میم ساکن میم آمد، ادغام. على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. بعد از تنوین غین آمد، اظهار، يأتيكم به. بعد از میم ب آمد، اخفا. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. گفتیم وقت فعل بود مستقیما قبل از آن همزه وصل بود، یعنی در ابتدا. حرف سوم میبینیم که اگر مضموم بود پس الف یا همزه را مضموم میخوانیم، پیشدار میخوانیم، ضمه‌دار میخوانیم. اگر فتحه یا کسره بود چی میخوانیم؟ مکسور میخوانیم، یعنی با کسر به زیر الف یا همزه وصل نطق میشه، مثل اذهب مثلا. اما اینجا انظر، انظر چون حرف الضای حرف سوم مضموم هست، ضمه‌دار هست. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك، اگر وقف کردیم، هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل أرأيتكم، اظهار است اینجا، حکم میم. این اتاکم، اینجا هم اظهار است چون همزه آمد بعد از نون ساکن. عذاب الله بغته، اگر وقف کردیم، اما اگر وصل کردیم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك. اینجا هم اظهار و اینجا هم اظهار، چون بعد از تنوین حرف همزه آمد. همزه از جمله حروف اظهار است و بعد از تنوین دیگه حرف ه آمد، از جمله حروف اظهار است دیگه. حرف خ آمد، حرف عین آمد، حرف غین آمد، همه اظهار میشه. هل يهلك إلا القوم الظالمون. میریم سراغ آیه بعدی، آیه 48. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نور ری پر خوانده میشه. نور سیل مرسلین نمیخوانیم چون سین مفتوح است. مرسلین إلا مبشرين ومنذرين
مبشرین مبشرین شین شده دار هست و منذرین و منذرین منذرین نون بعد از نون ذ آمده پس اخفا میشه منذرین منذرین نمیخوانیم فمن آمن فمن اظهار چون بعد از نون ساکن همزه است فمن آمن و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوف بعد از تنوین عین آمد اظهار. بریم سراغ آیه 49 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا ذال شد دار است بآياتنا يمسهم يمسهم یا میم مفتوح هست فتح دار هست و بعدش سین و ه و میم هر سهش ضمه دار هست بعد حرکت آخر میم میچسبانیم به لام یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون کانو نمیخوانیم کانو مرقق باریک. میریم سراغ آیه بعدی آیه 50 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي در سورة وقف إلي عندك فشار میتیم که در اصطلاح تجوید نبر میگن اما اگر وصل کردیم إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير دو یا ادا میشه در حالت وصل چون مشدد هست قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. میریم سراغ آیه 51 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه نفس یاری نکرد ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر ريساكنس به الذين يخافون أن يحشروا إلى مد منفصل أن يحشروا إلى ربهم إظهار ليس لهم من دونه اینجا ادغام ليس لهم من
دونه ولي ولا شفيع. در صورت وقف اینجا هم اخفا. ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. بعد از تنوین حرف واو آمد ادغام و بعد از تنوین اینجا حرف لام آمد باز هم ادغام. میریم سراغ آخرین آیت. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين، اینجا ت مرقق خوانده میشه و توی مفخم، به این خاطر اندک با مکس تلاوت کردم یا نطق کردم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. در صورت وقف باز هم نبر. يريدون وجهه، اما اگر وصل کردیم يدعو. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. در صورت وقف فتطردهم فتكون من الظالمين. خب بینندگان عزیز و گرامی، به این ترتیب رسیدیم به پایان این درس از درس‌های برنامه آموزش روحانی قرآن کریم که درس امروز ما یا درس این جلسه از جلسات ما صفحه 132 و 133 قرآن چاپ مدینه منوره بود، یعنی از آیه 36 سوره انعام تا آیه 52 همین سوره. حالا با هم همین درس را به صدای شیخ مهندس خلیفه الطنیجی گوش میدهیم و انشاءالله دوباره پس از آن در خدمت شما خواهم بود. با ما باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أتيناك الكوثر. إنا أتيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانك هو الأبتر. إن شانك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك
يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إنا آتيناك الكوثر فصل بربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خب دوستان گرامی و علاقمندان برنامه آموزش روحانی قرآن، با عرض سلام مجدد دوباره در خدمت شما هستم. با هم درس امروز را که صفحه 132 و 133 قرآن چاپ مدینه منوره بود به صدای شیخ مهندس خلیفه اقتنیجی گوش دادیم و همچنین بخش دوم کلیپ های ارسالی شما را نیز گوش دادیم که طی آن زهرا و سمیه و محمد متین و کاظم و مصعب جان و عبدالله جان و محمد هارون جان اینها تلاوت کردن. خب میپردازیم به تعلیقات که به برخی از ملاحظاتی که بنده اینجا یادداشت گرفتم. زهرا و سمیه جان تشکر میکنم از دو گل دو دخترک نازما، اما اندک باید متوجه باشن که اشکالاتی بود. عموما ماشاءالله دخترکای گل ما خیلی شیرین تلاوت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمن الرحیم با کسره، نون کسره داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا اعطینا اینا اعطینا نمیخونیم، الف داریم نه، الف و همزه. اینا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك. إنا نمیخونیم، إنا نیست، إنا الف داره، الف نون الف، اما إنا الف نون و شده بالای نون. بس فصل لربك وانحر إن
شانئك هو الابتر. هو الابتر. ابتر. هبتر نی دخترکای گلم، زهرا جان و سمیه جان، هبتر خوانده نمیشه. ابتر. 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 إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. خب محمد متین جان از کابل آیه 24 و 25 سوره انعام، البته درس گذشته رو تلاوت کرد و ماشاءالله خوب بود. احسنت محمد متین جان، آفرین. اما فقط اکنتن ان یفقهوه، چون اکنتن ان یفقهوه خوانده نمیشه، چون بعد از تنوین ما همزه داریم. گفتیم وقتی همزه بیایه مستقیم تنوین تبدیل میشه به نون. اکن تن ان یفقهوه، پس اظهار. حتی اذا جاءوک. محمد متین جان تو چی خواندی؟ حتی اذا جاءوک. اذا ما در اذا همزه مد نداریم، فقط حق الف ادا میکنیم اذا، اما اذا اینجا نیست. حتی اذا جاءوک فقط. و اشتباه دیگر در آیه 25 این هذا الا اساطیر الاولین. الا نیست، الا. وقتی الا در نوشته با الا فرق داره. وقتی الا نوشته میکنیم الف لام الف و بالش چی داره؟ شده داره. اما الا بدون شده است، الف لام و یا، که در عربی برش میگن الف مقصوره. الف مقصوره مثل عیسی و موسی و سلما و نمیفهم نام های مؤنث. خب بعدش میریم پسرک گل ما کاظم جان از افغانستان سوره کوثر تلاوت کردن. تشکر میکنم و از تلاش کاظم جان قابل قدر است که برای اولین بار میفرسته و زحمت کشیده. اما کاظم جان متوجه باش که این اعطیناک الکوثر فصل بربک نیست، بربک وانحر نمیخوانیم. فصل لربک وانحر این شانئک هو الابتر. تشکر کاظم جان. امیدوار هستم در کلیپ های بعدی اندک آهسته تر و آرامتر بخوانی. خب بیننده بعدی ما مصعب جان از مدینه. مصعب جان سوره شمس را تلاوت کرد. احسنت، آفرین مصعب جان، تلاوتش زیبا بود و تلاش قابل قدر است. اما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مین رحیم نمیخوانیم، رحیم لبها بند میشن. سوره شمس ماشاءالله. والقمری مصعب جان، والقمری اذا تلاها. واللیل اذا یغشاها. یخشاها نیست، واللیل اذا یخشاها نیست. اینجا قرآن هم هست، ما مراجعه میکنیم میبینیم که کدام حرف است. اگر احمد جان هم از اتاق کنترل نشان بتن. واللیل اذا ما غین داریم، یغشاها، یخشاها نیست. متاسفانه برخی ها مثلا استغفر الله، در حالی که استغفر الله خی نیست، استغ غین هست. پس مصعب جان واللیل اذا یغشاها، واللیل اذا یغشاها. دیگه والارض
والأرض والأرض وما طحاها. طحا أولش حس دومش حس. طحاها. تشکر میکنم از مصعب جان. ماشاءالله آیات بعدی قد افلح من زکاها خیلی زیبا تلاوت کرد، خیلی زیبا نطق کردی. تشکر مصعب جان. بعدش عبدالله جان فکر کنم از تاجیکستان بود، سوره فاتحه را خوب تلاوت کرد. احسنت عبدالله جان. فقط متوجه باشه که صراط الذین، صراط الذین نمیخوانیم، زینش ذال هست. ببین ذال وقتی صراط الذین زبان خارج میشه بین دو، بین دندان ها قرار میگه. صراط الذین ان میره زبان، نوک زبان به دندان های بالا میچسبه. صراط الذین انعمت. العمت نمیخوانیم، ال نیست، لام نیست، نون هست. بیننده بعدی ما محمد هارون جان از کابل. درس گذشته آیه 19 و 20 سوره انعام تلاوت کرد. احسنت محمد هارون جان. اما متوجه باش و اوحى حی را درست نطق لانذرکم به و من بلغ. لانذرکم ذال هست، زی نیست. لانذرکم خوانده نمیشه. الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. ابناءهم توقف میکنه، چون اونجا ببین متوجه اگه باشی علامه وقف لازم است، یک میم کوچک هست. پس اینجا توقف کو، بعد از کلمه بعدی شروع کو. اینجا وقف لازم است. تشکر میکنم از زهرا و سمیه و محمد متین و کاظم و مصعب و عبدالله و محمد هارون، از همه ای عزیزایی که در کلیپ بخش دوم کلیپ ها تلاوت کردن تشکر میکنم. و از دوستای گرامی در اتاق کنترل احمد جان خواهش میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنه و میپردازیم به درس فرعی ما که ما البته در هر برنامه یکی درس اصلی داریم و یکی درس فرعی که درس فرعی ما یکی از سوره های کوتاه قرآن است که در هفته گذشته و جلسه گذشته ما سوره قریش را شرح کردیم و به برخی از احکام تجویدیش اشاره کردیم و برخی از اشتباهات که در بین مردم رایج هست به او هم پرداختیم. حالا میپردازیم به سوره بعدی که سوره فیل هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. خب علم اینجا میم اظهار میشه. علم ترى ترى كيف علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم اینجا میم اظهار است. يجعل كيدهم باز هم اینجا میم اظهار است. كيدهم في تضليل وأرسل عليهم
طيرا طيرا أبابيل ترميهم بحجارة. اینجا خیلی نقطه مهمه چون میم بعد از میم حرف بیس، پس اینجا اخفاست، پس ترمیهم بحجارة نمیخوانیم. ترمیهم بحجارة من سجیل من سجیل. اینجا بحجارة من سجیل بعد از تنوین میم آمد، اینجا ادغام، و بعد از نون ساکن سین آمد، اینجا اخفا. فجعلهم 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 كعصف مأكول كعصف مأكول بعد از تنوین میم آمد، اینجا هم ادغام هست. خب دوستان گرامی، این بود درس فرعی ما و یک نکته که میخواستم در خلال تعلیقات به او اشاره کنم، مثل که زهرا جان و سمیه جان این شانئک هو الابتر خواندن. البته چون وقت ما کافی نیست که دوباره و سه باره و چند باره ما مخارج حروف تکرار کنیم، بنابراین دوستای گرامی که مشکل دارن در نطق حروف، مثلا صاد ث میخوانن یا ث سین میخوانن یا ذال ز میخوانن یا ضاد ز میخوانن یا ضار ز میخوانن، مراجعه کنن به کانال تلگرامی برنامه روحانی قرآن. در برنامه های مقدماتی و اولی استادان گرانقدر، هر یک استاد سلیمانی عزیز و استاد عبدالرحمن فاتح خیلی ها زحمت کشیدن و خیلی ها تلاش کردن و به صورت مفصل و مشرح به بحث حروف را، مخارج حروف و بحث گرفتن و خداوند به ایشان اجر عظیم و عطا بفرمایه و اجر آموزش من و شما را در میزان حسناتشان انشالله قرار بده. و پس دوستای گرامی که مشکل دارن در نطق حروف مراجعه کنن به برنامه های اولی، چی در یوتیوب چی در کانال تلگرامی، و انشالله که مشکل نطق حروف به مرور زمان و با تکرار و تمرین زیاد انشالله که حل میشه. خب میریم به سراغ تماس های بیننده های عزیز و گرامی. دوستای گرامی در اتاق. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم درس امروز بفرمایید. درس امروز بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما یستجیب الذین یسمعون بالموت یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. دوباره اگر دوباره شروع کنین خواهش میکنم. انما یستجیب الذین یسمعون بالموت یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. وقالوا لولا عليه آیات من ربی. میشه موقعیتتان تغییر بتین چون صدایتان در ما خیلی ها به مشکل صدایتان میشنوم. اگر موقعیتتان کمی تغییر بتین. بسم الله دوباره. وقالوا بفرمایید. وقالوا لولا عليه آيات من ربه. آيات من ربه. آيات من ربه. آيات آیات نه آیه. چون بالی اگر متوجه باشین یا الف نداره، قبل از یا الف هست، پس بعد از همزه الف هست که آیت من ربه. بفرمایید. آیات من ربه. آیات نه بیننده گرامی، آیات نه. وقالوا لولا نزل عليه آیت من ربه. بفرمایید. آیات من ربه.
ادامه بده. قل إن الله قادر على أن ينزل آياته ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتت الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أو تنسون ما تشركون ولقد أرسلنا دوباره اگر آیت دوباره بخونیم. بل إياه تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أو تنسون ما أو تشركون وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم متوجه باشین حرف الضاد شده داره پس وقتی شده داشته باشه والضراء لعلهم بفرمایید والضراء لعلهم يتضرعون احسنت فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب فلما نسوا ما ذکروا به چون بعد از ر ما یک واو هم داریم کمک میکنه ما ذکروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا اینجا هم حتی اذا فرحوا نمیخوانیم حتی اذا فرحوا بما اوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تشکر بارک الله فیکم. خب میریم سراغ بیننده بعدی شما وصل هستین. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود معرفی بکنین. عبدالقادر سوره انعام میخونم. خب عبدالقادر جان درس امروز میخوانی؟ سوره نبعی سوره نبع عما يتساءلون. سوره نبع عبدالقادر جان نامش نبع است. نام سوره نبع، سوره النبع. بفرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبع. عبدالقادر جان عما میم شده داره. وقتی که شده داشت گویایی که دو حرف است، یک حرف نیست. پس عما یتساءلون تیر نمیشیم. عما یتساءلون. بفرما عبدالقادر جان. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيها مختلفون. نه عبدالقادر جان دوباره الذي
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نهارا عبد القادر جان آیه 10 وجعلنا الليل وجعلنا لیل نمیخوانیم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نه عبدالقادر جان گوش کن، خیلی آرام گوش کن، بعد تلاوت کن. وجعلنا الليل لباسا دوباره وجعلنا الليل لباسا بفرما. وجعلنا الليل لباسا. عبدالقادر جان سعی کن تو ببین، تو اینطوری میخوانی وجعلنا لیلا. نه اینجا ما لام داریم، لام مشدد هست، شدد داره، نون می جنگانیم، نون وصل میکنیم به لام. پس چه قسم میخوانیم؟ وجعلنا الليل وجعلنا الليل لباسا. بفرما. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نهار معاشا. باز اینجا هم همونطور است، اینجا هم وجعلنا النهار معاشا. احسنت. صدق الله العظیم. محترم میخوام بخونم. تشکر عبدالقادر جان، تشکر. خب بته به مادرت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مادر عبدالقادر بفرمایید. من درس امروز رو میخوانم. کدام سوره را؟ درس انعام. خب صفحه 2 میشه بخونیم. بفرمایید. دویم ختمه. دویم میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دوباره مادر عبدالقادر دوباره. فقطع دابر القوم. متوجه باشین که فیس فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم. من إله بخونين من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم. دوباره مادر عبدالقادر. قل أرأيتكم إن آتاكم اما ابتدا درست خواندم. إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ما شاء الله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله مادر خوب، احسنتم ما شاء الله، خیلی منظم و مرتب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما. من مناجات خان هستم از تاجیکستان. ما شاء الله من ما شاء الله. امروز سوره فیل را میخوانم. سوره تین بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم و تینی. خب متاسفانه که تماس با فکر کنم برادر عبدالقادر قطع شد. دوباره تماس بگیرین انشالله. میشه که دوباره تماس بگیرین چون وقت هست، ما یک 20 دقیقه وقت داریم. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا درس امروز تلاوت میکنین یا جای دیگری؟ سوره ملک. سوره ملک بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تشكر بارك الله فيكم ما شاء الله. احسنتم جزاكم الله خير. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ بیننده گرامی بفرمایید شما وصل هستین، بفرمایید از کجا صحبت میکنین، خود معرفی بکنین. بفرمایید درس امروز تلاوت میکنین؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما سوره میخونیم. بفرما کدام سوره را میخوانی؟ کدام آیت میخوانی؟ علم. سوره حمد. بفرما. علم. بله بفرما. سوره چی ممکنه؟ خب سوره تین بفرما. هر سوره که میخوانی بفرما، هر جایی که دلت دست بفرما بخوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. بعدش اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. تشکر بیننده گرامی، بارک الله فیک انشاءالله. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا معرفی بکنیم بیننده گرامی. علی هستم. آقا علی بفرمایید، از کجا میخواین تلاوت کنین؟ اگه اجازه بدید میخواستم سوره کهف رو بخونم. سوره کهف، از ابتدای سوره کهف. بله، آیه 20 آیه 13. آیه 13 بفرمایید. بله، میخواستم با قرائت بخونم اگه اجازه. هر رقمی دلتون میخواه، به هر صورت و به هر شکلی که میخونین، تلاوت میخونین، تجوید میخونین، در خدمت شما هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بارک الله فیکم. تشکر برادر گرامی علی. ماشاءالله ماشاءالله، با تلاوت زیبایتان ماشاءالله لذت بردیم از تلاوتتان. بارک الله فیکم. سلامت باشین. خدا. خب بیننده های گرامی، تقریبا داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم و بخش سوم کلیپ های ارسالی شما هنوز باقی مانده. به بخش سوم کلیپ ها گوش میدیم و میبینیم و بعد از آن دوباره در خدمت شما خواهم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطينا كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خب با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستم در دقایق پایانی برنامه. بخش سومی کلیپ های ارسالی شما را گوش کردیم. تلاوت محمد عزیزی و اسما و عبدالرحمن و ادریس و محمد شبیر و طیبه را. محمد عزیزی از کابل، ماشاءالله سوره ناس محمد جان آفرینت خیلی خوب تلاوت کردی و انشالله که مشکل جدی نداشت. و بیننده بعدی ما اسما جان از تاجیکستان و همچنین طیبه گل از تاجیکستان که آخرین تلاوت کننده بود. این دو دخترک های گل و نازنین ما هر دویشان سوره نصر، سوره اذا را تلاوت کردن و البته هر دویشان هم خیلی خردسال هستند و من به استقبال اینا یک بار دیگر سوره اذا را تلاوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا. تشکر از اسما جان و طیبه جان دخترکای گل و نازنین ما از تاجیکستان که اردویشان سوره نصر را تلاوت کردن. خب از عبدالرحمن جان پسره که گل و شیرین و دوست داشتنی ما که 2 سال بیش ندارن هم تشکر میکنم. عبدالرحمن جان سوره کوثر را خوب تلاوت کرد. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ادریس جان از تاجیکستان سوره اخلاص را تلاوت کرد. ادریس جان آفرینید. فقط ولم یکن له کفوا احد. له نمیگیم، مد نیست اینجا. ولم یکن له کفوا احد. له نیست، ولم یکن له کفوا احد. بیننده آخری ما محمد شبیر جان از کابل. محمد شبیر سوره انعام آیه 21 و 22 و 23 را تلاوت کرد. محمد شبیر جان امیدوار هستم که قبل از تلاوت اندک تمرکز میکردی. عموما تلاوت خوب بود، فقط در حروف مشکل داشتی. و من اظلم ضاد هست گفتیم، زی نیست. و من ازلمو نمیخوانیم. ازلمو تا اظلمو بسیار فرق داره. و من اظلمو علی الله کذبا. علی الله الکذبا نیست، لا الف لام نداریم. علی الله کذبا. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا. الا نیست، الا تا الا فرق داره محمد شبیر جان. الا الف لام الف و بالای شده داره، اما الا الف لام و یا که همون الف مقصور است. الا الف لام یا و الا الف لام الف با شده. پس ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بقیه آیه مشکل نداشت، فقط این 2-3 نقطه که من اشاره کردم. خب تشکر میکنم از تمام عزیزانی که کلیپ فرستادن، از توجه پدران و مادرانی که در راستای تربیه اولادشان، تربیه اسلامی اولادشان میکوشن و تلاش میکنن و زحمت میکشن به خاطر اینکه فرزندانشان فرزندان قرآنی به بار آیند. از همه اونا تشکر میکنم و همچنین از بینندهایی که تماس گرفتن و از بینندهایی که پشت خط هستن تشکر میکنم. از کارگردان عزیز و از درگاه الله متعال برای من و کارگردان و شما و همه ما اجر مزید خواهان هستیم، پاداش مزید خواهان هستیم. امیدوار هستیم که آنچه که تلاوت شد و آنچه که شنیدیم همه را در ترازوی حسناتمان به صورت مضاعف قرار بدهد. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان را به پناه الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.